جان بند نشو. آبا چی مامی؟ پایین شو که این حال موتو معلومه کنیم. 3 سال نکو گفتم پایین شو. ویکتور من برای تو کدام پدرکشی ندارم. مگه ما دارم. سر تو که از بانک من رخصت برسانم باز موتو گپ میزنیم. کجا میبریدم؟ بانک با ما جوانیش بچشیم. تو چرا؟ تو میتونی که جوانی دیگر را بچشی و دفاع کنی مگه من نمیتونم؟ نه. استاچه نامردا یک نفر 4 نفر میزنین اگه بچه مرد است بیای کدما زور بزنین او بیادرم است اگه او چیز شد دو پاره دان کنم فرید من از امیر روزا میترسیم. مادر نگفته بودم کارای کی میکنه عاقبتش کشت خون است و هم زندان. بچه چشمای تو باز کن. خیلی مادر فرید جان مادر شکر که چشمای تو باز کردی. فرید قربانت مادر چشمای تو باز کردی جان مادر. فرید نگفته بودم این کارا رو تو میکنی عاقبت خراب داره. ببین جان پدر اصلاح شو کدی کارا آخر یک روز یک کسی میکشی یا کشته میشی. فرید جان مادر گپ بزن یک کلمه گپ بزن جان مادر. سلام راستا جان بفرمایید. تشکر پدر جان است. خب بینم سلام فهیم جان بفرمایید داخل. کاکا جان بیایید بفرمایید. فهیم جان اتاقشان در بالا هستن.
اجازه سیده میتونی خوش ببینم بفرمایید. کاملا بفرمایید. اجازه است؟ بفرمایید. سلام پاجان، چطور هستین؟ شکر زنده خب باشید. چه سرفه جان بخیر گذشت؟ خدا سر ما رحم کرد. شکر که بخیر گذشت. بفرمایید. سلام خاله جان. فایم جان. بله ماجان. چطور است بچه‌م؟ حالت چطور است؟ شکر پاجان. خوب تشویش. خوش سر بخیر گذشت بچه‌م. فایم. بله ماجان. میمونه رو به سالن بیار. خب. کاکا جان خیلی بفرمایید به اتاق سالن. خب. فرید جان زیاد خوابگار نشدی. گاد. این بچه چطور هستی؟ شکر کنم. مدت هاست مخبرت ندیدیم. بله کاکا جان. معذرت میخوایم از اینکه فرید برادرم به کارهای دست میزنه که در هر جا باعث شرمندگی ما میشه و امروز ما باعث زحمتش باشیم. فهم بچم جگرم نشو، مایوس نباش. فرید هنوز خورده است. 20 سال دیوانگی وجود داره. انشالله که بسیار بزودی به غلطی خود پای میبره. ما هم به همین امید هستم کاکا جان. خب به هر صورت رخسار جان چی وقت من از امریکا؟ این بچه تو میدانی که رخسار در امریکا بود. بعد از مرگ آرزو ما هم تنها شده بودم و از طرف دیگر مریضی هم بسیار فشار داده بود. رخسار جان از امریکا آمد که از ما پرستاری کنه. به هر حال بچه ما هنوز یأس و ناامیدی به چی میتونیم باشه. تو میفهمی که مرگ زندگی به دست خداست و ما بنده ها در بسیار کار هیچ کار بیرون هیچ کاری کردن تقدیر کار خدا کرد. آرزوی ما را از ما گرفت. یا باید سرنوشت خود فکر کنیم. این کار کنیم. انسان یک بار به دنیا میاد و یک بار زندگی. مقبولترین صفحات زندگی ما آرزو بود. فعلا من مثل یک جسد زنده هستم که رویش همراه آرزو رفته. و خودم به مثل یک شمع میسوزم و انتظار رو دارم که آرزو مرا نزد خود بخوره. کاکا جان حال از ما زندگی خلاص است. من هیچ چیزی نماندم. ما هم صرف به خاطر برادرم و مادرم زنده هستم تا که بتوانم مسئولیتی که در مقابل آنها دارم انجام بدم. ولی از من ببخشید نظرتون نشدم. نه خواهش میکنم بفرمایید. حالا جان ما کس بریم دعوت شده. میریم بچه. کجا میرین؟ گلا چای خونوش جان کنیم یک ذره میوه بگیریم. بشی بچه. قدر زود. تشکر برای خوب شد. بس سرکاری جان بخیر گذشت. نباشین. شفای آجان برش نصیب آرزو میکنیم. خدا حافظ شما. باز کردیمتان شما خوش باشید. تشکر. حالا جان شما فرید جان از سابق میشناختین؟ بله بچه. فریم کسی بود که آرزو را میخواست اما متاسفانه که بخت همراهش یاری نکرد.
باجان خیریت باش آمدم از جی شنیدم که فرید جان علت کردن چی گفت بود؟ یادر جان بخیر گذاشت. چی گپ است؟ چرا اینجا کس حق نداره کس رد کنه؟ سلام. چی گفت بود فرید جان خیریت بوده که فرید جان پاکستانی لت کرده روسی لت کرده کی لت کرده؟ ای ماما جان کاش که روسی یا پاکستانی می بود نمی اما افغانای خود ما سن تمیز جور نمه ما افغانای هیچ وقت جور نمیم اینمی به اتفاقی ما بود که آواره شدیم بی وطن شدیم بی خانه شدیم سرحد ما در کشورهای بیگانه کشید هنوز هم میانه داریم حالا شما مدار غیر جنگ نیست دیگه هیچ کس. و شما زنام غیر پشت سرگویی و غیبت چطور کدام چیز دیگر یاد دارین خلق دیوال خارجان پیش روی خود فهم جان نمیخواد که ما چه وقت اصلاح خواهد چیم از اینمی به اتفاقی اینمی چیزا شاید داینده چی چیزای دیگر هم خواهد ببینیم یک مثل مشهور است که میگه سیر دیده نداریم و گشنه هم سیر کردن نمیتونیم فرید جان بیا سوزی جان بریم بس سالن. فرید جان بالاست ماما خوبه جان ماما ایره بگو که چند نفره لطت کردن جان ماما 4 نفر بودن ماما جان اگر 2 نفر می بودم حقشان می دادم تو خیر باشه این نامردا 4 نفر 1 نفر لط کردن چرا؟ سر کدام دختر جمع کردیم؟ نه ماما جان دختر چی کاری چی؟ محترم میشناسم خیلی چی موضوع بود؟ هیچ ماما جان من چون سر چی زورشان دادم همه گپای روز است که تمام افغانا دست گریبان هستم بایشان تو کیستی و ما کیستی او جان ماما 100 دفعه من تو را گفتم که تو من امرایت ببر من خود گفتم که من سابق پالوان بودم چالای پالوانی رو من یاد دارم 1-2 تایشا برای کلا زنگ میکردم 1-2 تایشا برای درآمد میکردم دمی مسئله زمین وردار دیگه یک ذره مامای اما تو ضعیف و قافنه شده از دست همی پریگل بدبخت مگر سر از هم جان ماما سیکو از علاته فقط همیالم سنگچل وریست صحیح است ماما جان دیگه دفعه حتما شما را وزد میگم جان ماما خیال ما آمد که سر روی توی خراشیده یک چیزی شده من نفهمیدم که ظالمای تو را جوکوبت کردن ما این همیاله دیگه من مجبور برم 1-6 دانه نان بگیرم 1-3 تایش سر تو خیرات کنم که شکر که تو بخیر از دست ما نرفتی 1-3 تای دیگه شام جان ماما سر خود خیرات میکنم که خوب شد کمرایت نبودم حال بیسی ماما هیچ ضرور نیست نه جان ماما صدقت رد بالا گفتم من میاد از پیش نانویی تیر شدم خب کله خراب است جان ماما کله خراب است من برم باید فوراً همین نان گرفته بیایم سوزی جان این تو بود دیگه بابا جان اوش کنی که نمانیشن سو کنیشن پیسه در دستشان بگی میتن قانون از اینجا من میفهمم میتن نه سوزی جان کجا میری اومده کجا میری کجا میرم در گور میرم خب بان که برم 1-2 تا نان برم سر بچه خیرات کنم تو چه بلا میخوایی مزود پس میرم پریگار کجا میری پریگار سوزی چطور سیان فرید؟ یک بارش دیگه باید باری کم ایستان باری مسیر تکانه رخصت وکالت شماست فرید؟ بله چرا رو میشناسی؟ فرید اونا بسیار مردمای خوبی هستن کوشش از پیش نهجت فرید مادر فهم چرا تو گفت؟ نمیخواد چه بگه هم نمیفهم بچه این که چی میخواست بگه اما یک چیز برات میگم که تو در مقابل برادر بسیار بد رفتار کردی آخر برادر کلامت است اقدارت است او شب و روز به خاطر آرامی تو جان میکنه اما تو بیبی بچی هر وقتی که آدم از راه غلط بگرده بازم با فایدهش هست تو برادرت درست درک نکردی او بسیار دل ملایم داره دیدی که هیچ داری خود نورد
ای خدا چرا آرزوی باز بگید؟ چرا؟ دل در جدایی تو ماتمت دم با دم غصه و نالش پیامد به تو هر جا با چشم دلش که غمد به تو هر جا با چشم دلش که غمد از تو جدا جدا با هر جا جدا جدا با هر جا غمم در کمین بود با تو دلم براحته هر کجا در دو چشمم گل روی توست خانه دل سراپا پر از بوی توست روز من به تو چون شام بگی سوی توست روز من به تو چون شام بگی سوی توست باد خزان ناتوانی باد خزان ناتوانی بس شویم وزین بود با تو دلم براحته با تو دلم براحته دنیا قرین بود ای تو دلم اسیره ای تو دلم اسیره غمینه زمین بود با تو دلم براحته آرزو میفهمی؟ دیروز امروز مادرم راجع به خودت گپ زدم بسیار خوش شد کاراشم هم خلاص شده و بخیر به این زودی ها میایم خوب بودم؟ شکر خوب بودم خوب نیست اگر نه خودم هم باش گپ میزدم میفهمی آرزو؟ مادرم که بخیر بیا با تو عرسی میکنی در یک موتل لیموزین سفید خانه میارم راستی کاکا چی وقت مزن میکنم؟ فردا پس فردا اگر قبول نکرد چی؟ اگر پدرت وار نمدل باشه خب به هر قسم باشه رازیش میسازم
اگر راضی نشی چی؟ چرا؟ او بسیار سنگدل است. بسیار. تو کاکای من نمیشناسی. او تو برادر زم بسیار فرق دارن. برایش زور میکنم. زاری میکنم. با پاش خم میشم. اگر بازم نکد چی؟ پس به اون صورت مکتوبه مثل ما این دی از خانه فرار میکنه. بانک کاکایت بعد مشار پشت ما روان کنن که چی کنن؟ که مرا بکشن و ترام به خدا نکنه فهمیدم. تو گپارا هیچ وقت حتی به مذاقم بر من نزد. میدونی یگانه روزای من دنیا چیه؟ خداوند پیش از خود من از دنیا ببره و تو به دستای خود به گور آرزو تو مرا خیر دوست داری؟ تو هیچ وقت من خود دانسته نکر چقدر دوست داری. جان مرا ببخش. دیوانه هیچ چیز گپ نیست. نه لالا ما در مقابل بسیار بد کردیم. بسیار خجالت هستم. نه من از تو هیچ خفه نیستم فرید، بلکه من امروز بسیار خوش هستم که شکر امروز برادر ما دوباره یافتیم. من از تو خفه نیستم بچه، از تو هیچ خفه نیستم فرید جان، از تو هیچ خفه نیستم بچه جان بیادر. هیچ فرید این آرزوی من است، خوار رخسار تو.
خدایا تو وطن ما را آرام داشته باشی. خدایا تو سر تمام مسلمانای دنیا رحم کنی، مخصوصا سر مردم افغان. خدایا از برکت رسول مقبولت همه جوانها رو به آرزوشان برسانی. از خیرات اونا دو تا بچه نازنین من به پناهت نگاه کنی. خدایا تو رحم کن.